سلام. چند تا راهکار که باعث میشه شما از نظر رفتاری جذابتر به نظر برسید. اولیش لبخند زدنه. هر چقدر لبخند شما گرمتر و صمیمانه تر باشه، شما فردی جذابتر به نظر میرسید. دومی خوب بودن. تحقیقات نشون میده وقتی که افراد از خوب بودن شما مطلع باشن و شما براشون فردی جذابتر تلقی میشین. سومی بامزه و شوخ طبع باشین. خانوم ها اغلب جذب آقایونی میشن که میتونن اونها رو بخندونن. البته این در مورد آقایون خیلی صدق نمیکنه. چهارمی دایره ای از دوستان داشته باشین. افرادی که توی گروه قرار دارن جذابتر به نظر میرسن و در واقع بدیهای یک شخص توی خوبیهای جمعی گم میشه. پنجمیش اینه که خودتون باشین. آدم‌های جذاب براشون مهم نیست که چه کارهایی رو انجام بدن که محبوب بقیه باشن و راههایی که میرن به خاطر دل خودشونه و برای همینه که با خود واقعیشون راحت ترن. به فرد مقابلتون اجازه صحبت کردن بدین. وقتی که شما به شخص اجازه میدین که راجع به خودش صحبت کنه، صحبت کردن راجع به خود اون فرد باعث میشه که مناطقی توی مغز فعال بشه که زمانی که داره یه غذای خوب میخوره یا رابطه جنسی برقرار میکنه اون مناطق فعال میشه و برای همینه که حس خوبی بهش میده. پس حتما به فرد مقابلتون اجازه صحبت کردن رو بدین.